مبارک شود ای شو عروس خوشبخت با هر دو هم با شکر خدا هم با رمزیه جان خانه پرنعمتی آباد میخواهیم دلی بی‌دردی از هر گونه غم آزاد میخواهیم با رمزیه جان عشق شیرین را انا با اون شاهنشاه بزرگ قلبی خارافکنی فرهاد میخواهیم ای شاه ای عروس مبارک این تخت شاهی و سخن تبریکی از نام کل میزبانان نمادگوتی و رئیس دیه نمادگوت و استاد محمد ثنا استاد انا میمانان عزیز معتبر داریم یک خوش آمد از نام کل نمادگوتیان عزیز نماد کش تقارانی و دین نزدیک دیگه هم خیلی هم شاد هستیم که امروز باز یک خانه مذهب اسماعیل بنیاد گردید بین دیه منظر نمدگوت و دیه باستانی یم و من شخصا از نام خودم از نام کلی خانواده مردم نمدگوت همه شما رو درگیر در بزرگ شاعر علامت اقبال جان دنیا با حریم خانه شکست هر سر برخیزیدی هر سر برخیزیدی خدمت جوار کن بعد خدمت گرد گیره بسیار کنی لیلا 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 حسنی خوابا لیلا لیلا لیلا
فهمی آن مهربانی و وان دیگر فهمی انا مبارک شود ای شو و عروس خوشبخت مبارک این تاک شیرینی مبارک آن شیرینی زندگی مبارک زندگی پرمانی و پرجلای در این دوران ما با معنی مبارک شود هفتاد یک نفر تبریک کننده است امروز به خاطر این شاه این عروس. خیر اگر دو کسی نوبت سه کسی نوبت دیم انا رسیدیم به تبریک اولین شاه عروس.
شاه مرتبه بلند دارد یا عروس؟ اگر دختر صاحب تاج گردد به نزدش پسر محتاج گردد، لیکن شاه مرتبه بلند دارد. شاه است. خدای زن در زمین این شوهر است. خدای زن در زمین این شوهر است. بله انا آمدیم با آن نفره که روز شاه خوشبخت رو معرفی دارد. بیا ای گل دختری یمگی، بیا به تبریک این شاه خوشبخت، اون عروس و این نمدلوتیان نازنین که روز انتظارند از زبان شیرین شما انا سخن شنوند. بیاین این قدر توفه وزمین رو از دیهیم به نمدلوت آورده است. احسن انا این مهر و محبت این خش و تباری ما رو بازم پیوند و قویتر میگرداند. شاه عروس میخواه نظر از جا به خاطر انا دو تبریک کننده این شاه عروس خوشبخت بیاین و من میکروفون تیم با شما و بیا میکروفون تیم چون که این قدر انا شد تکلیف که با اینجا بیایم با سجاده با این صحنه این بزمگاه بیایم. آفرین یک بینید این من نشان کردم، اول من نشان کردم این توفه بزرگ مردم یمگاه. اصلا ای یمگاهی عزیز، ای مردم بار و ناموس، انا بیایم دختری شیرین انا گلغمچه هم در بیت در برش گلغمچه دارد. انا سخن شیرین از زبان شیرین شما با هر زود باش بندگی یا علی مدد بر مرز ایمان به لطفی یزدانی بزرگ جانان به جانان میرسد از عشق جانانی بزرگ از آدم و عبا بود پیوند داماد و عروس و از جلوه با نور یخ بینی تا قرآن بزرگ. با من اجازت من اکی عزیز و مهربانم شکر خدا را بر روزی تویش تبریک و شاد باش گفته بر تن دل شاد را تمنا دارم برای گل عروسی نازنین چنین گفتنی ای عروسی نازنین از بختاور شوه هم برای یاری خود از صدق دلبر شوه از لبان تبسم و خنده و کمه باد صاحبی آن خانه و آن دشت. تشکر زیاد. نیست باز انک موسیقی تنتنه شود و میروید به طرف شو عروس خوشبخت. انا را سپار میشوید پیش اون گل عروس شیرین نمدلوتی. کنی مونیسای شیرین نمدلوتی، کنی مونیسا. حسن گلغمچه‌ای در بر هم نامش گلغمچه. بیا انا مونیسا از نام پیوندان عشق و تباران انا دی نمدلوت به خاطر آن شاهنشاه بزرگ یمگی مرمت. به نام الله سلام، به نام گوینده بسم الله سلام، به نام آن عالم معروف در سخن، به نام محمد رسول الله سلام. سلام عرض می نمایم به کل شما دوستان، مهمانان و خویش و تباران. سرور تشریف همه شما را به این درگاه بزم محبت خیر مقدم میگویم. نور دیده تاج سر. از فرصت مناسب استفاده برده من این نبیال وقت را از نام خودم و از نام تمام جوانان کوچه چارباغ برای بخار مبارکات گفته برایشان باید مستقیمانه قدم وارد شد خوشهای زندگی را خوانند. بگذار سمند وقت شما دائما در قله های عشق و برکات باشد و دست آن بالا حضرت همیشه سایبون سر شما باشد. باید پیاد می‌باید همه با این توفای ناچیز خود را از نام کوچک برای شما تقدیم
جهان تشکر برای گلخونچه جان، برای منیسه جان. دیروز در مرکز نویا جمامت تنتنوی بخشیده به 21 سالگی بود. این قدر نوارگیر نبود که امروز به خاطر این شو و عروس خوشبخت انا در این تخت شاهی رحمت به نواربرداران. آفرین، مبارک شود ای شو و عروس خوشبخت. انا باز است و طرب است و انا نوبت را به میمانان عالی قدر میدیم به آن جمعه شیر. سلام و درود بی پایان مردم والا مقام ینگ باستان را بر شما میرسانم و برای پیشوازگیری گرم و صمیمی شما، برای این دستارخوان پرناز و نعمت شما از نام کل امسلکان خویش یک جهان اظهار تشکر می نمایم. سلامت باشید. و بعدا امروز در کاشانه میروفا دو دلدادگان باغ صنعت و زندگی، دو کبوتر انبال، دو قطره آب زلال، دو نور پاک خورشید، ملکه خوبان، رمزیبانا و شاهنشاه بزرگ شکر خدا که سین جوانیشان را سپر می نمایند و قدم به حیات نو می گذارند. من از فتح دل از تمام نیرویستی از نام کل جمامدگان دیرین این دو جوان را به این روز سعیدشان تبریک و تهنیت می نمایم و برایشان گفتنیم شما دو گل شما دو نونهالید، شما دو گل شما دو نونهالید، شما دو قطره آب زلالید. از این روز و از این ماه و از این سال شما با همدیگر عقد و حلالید. تویتان مبارک باشد نوشه نازنین و گل عروس قشنگ. خانه را گر ز شمع زندگی یک خانه روشن شود چون ز نور روی تو منور می شود آن خاندان. تویتان مبارک گل عروس و شاهنشاه بیروان. و فراموش کردنی نیستیم که ما با مردم دیار بزرگوار نمدرود باستانی، دیار شاه مردان بزرگوار از قدیم الایام خویش و تبارداری داشتیم و امروز نیز این خویش و تبارداری ما با چنین نوجوانان دیگریم دوام میدیم و میخواهیم که چندین جوانانی هم که از دیار نمدرود زنگیرند و چندین جوانانی دیار نمدرود از دیاریم خویش و تبارداری را ادامه بدیم. سلامت باشید و چنانه که گفته است حافظ بزرگوار بیگل و بلبل چمن خوشروی نیست، به محبت زندگی دلجوی نیست. مطربا ساز و طرب را جور کن، توی به رقص و ترانه توی نیست. یک افکوبی شما به خاطر جمعه که دولتیار فتح آهنگ و سرودای این حافظ خوشاواز فضل گلعروس و شاهنشاه را در این خاندان آباد می سازیم. سلامت باشید. یاران شما را وقتی نیکو هم سفر بادا شبی فردایتان روشن تر از نوری سحر بادا عروسی در حیاتی آدمی یک بار می آید عروسی در حیاتی آدمی یک بار می آید از این و بزم و استقبالتا پرجوش تر بادا یزید و بزم و استقبالتا پرجوش تر بادا
کمی روی تدارم آروی تدارم خواهی نظری بر قدیم روی تدارم آروی تدارم آروی تدارم آروی تدارم آروی تدارم آروی تدارم روی تو دیوانه و مستم اندر طلبی دیدنی دیداری تستم اندر طلبی دیدنی دیداری تستم دیدم که امال رو خان جمع شستم در بین امال رو خان دل با تو بستم در دل غم و تنگی کمی روی تو دارم روی تو دارم خواهی نظری بر قدیم روی تو دارم روی تو دارم روی تو دارم روی تو دارم گوی که پریشانم کن حیرانم کن مکنی و حیرانم کن پشیمانم کن مکنی و حیرانم کن پشیمانم کن منی من کرم خدمت کنم من صداقت کنم من صداقت دور شود چشمم دور شود چشمم اگر بد خیانت کنم بد خیانت کنم بد خیانت دور شود چشمم دور شود چشمم اگر بد خیانت کنم بد صداقت کنم بد صداقت بد صداقت کنم بد صداقت
همشانویم بلکه بعدشان یا که بخط دارویم سوق همشانویم سوق همشان یا که بخط دارویم سوق همشانویم سوق همشان هر که جای میرویم ملک تازه کارویم ملک تازه کارویم ملک تازه کار هر که جای میرویم ملک تازه کارویم ملک تازه کارویم ملک تازه کار وطنی زیبایم 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 وطنی زیبای منی من کنم خدمت کنم برد صداقت کنم برد صداقت تو شود چشمم چشمم تو شود چشمم اگر برد خیانت کنم برد صداقت کنم برد صداقت ای برد صداقت کنم برد صداقت دنات روزنی خندی دنات شرخ دنات روزنی خندی دنات شرخ دنات روزنی در خدمت گل پیشان باهمی در خدمت گل پیشان باهمی عجب زیبا رقص دنات روزنی عجب زیبا رقص دنات روزنی بار دیگر شعرهای زیبای نمدگود شعرهای شوی مردم شعرهای زیبا شعرهای خوشروی همه اون کس که ما را پذیرایی کرده از اونان تشکر میگم که خلوت شو میبخشید از اونان با تشکر میگم که ما را به این خانواده چه خوش قبول کرده و امروز بین یم بودم و دو گپ نیست من حساب کردم 16 دختری یم در نمدگود 13 دختر بعد یک دختر 14مین دختر نمدگود رشکوشی میاد دیم میاد دیم میاد پس بین ما فرق نیست ما برادرشان سنو اکر سنو که برادر شهریم
برای چهره‌های زیبای شما، برای خوشی و خوشوقتی شما، برای گلروس نازنین و برای دامادی عزیز و مهربان، یکم که بیان شما را خوش آمده. آن درگاه صوفی مبارک قدم است، آن درگاه عزیز و بزرگان است، آن درگاهی است که شما را بپیوندند و آن درگاهی است که شما در روز زندگی کنید، آن درگاهی است که انشالله از شما رمزیابانو می‌سازد و بعدا میخوام تمام چهره‌های کشتر تمام چهره‌هایی که ما را انتظار بوده، تمام چهره‌هایی که ما را پیشنهاد گرفته، صد تشکر میگیم. بگذار همیشه بین ما خوشی، خوشوقتی، آسایشی امانی باشد و بعدا ما خواهرم تومو رقص نکردیم، یک رقص من ماهی کنیم و شهر در رقص میدونیم برای که دختری یک دختری که خودمون آخر جز ما قدی رقص کردیم و ما خیلی میخیدگی نخیز کردیم و مجبور که تومو را مجبور کردیم که رقص کنیم. توی مبارک باشد. بگذار که مرادمند تورما و این روزی خوشی که رسیده همیشه خوش باشید. در سیمای شما تمام جماعت اشکاشین، تمام جماعت بدخشان و تاجیکستان رو تبریک و مبارکات میگم. من به تو شما امروز فلانیت سلامت باشید، چهره‌های مناسب و خوشروی. این خوشبختی داماد و اون مردم خوشبخت و بار ناموس یم زمین. انا سخن به زبان شیرین اکای قناتجا پذیرا باشه. ای شاه و روز خوشبخت انا این تبریکت زمینی استاد قناتجا. سلامت باشید برادر شما. زندگی به آرزو شیرین نبود، زندگی را آرزو شیرین نبود. زندگی چیست؟ زندگی آرزو دیگر ایمون چیست؟ اگر آرزوی عمده‌ترین بزرگترین انسان چیست؟ فرزندش خدا باشد. برادر مراد محمد، خواهر تورما، عمک محمد ضیا، همه حال خاندانم به همین روز مبارک تبریک میکنم. صحت باشند، سلامت باشند که به همین آرزوشان رسیدند. ولی آرزو دوام دارد. اون میگو که خواهی یک نبیرک بشد، بادو نبیرک بشد و این و باید حجر بسکر بشید. برای همین که رمزه جون قبلانده رستن و اونجا شربیده و آدم جا هستن، لیکن کسی که زنش نمازه خوشبختترین آدم همون. ما اینجا با همون خاطر میگه که داماد جان خوشبختترین آدم یم باشه. های یم اصلا یم بگیرد فرنگ و خونه. تو یک خوشبختترین آدم همون جا باشه، یک داشتی خوبترین